انجام به صورت دو جزء تولید مثل گامت نر و گامت ماده در آمده. به هم آمیخته جنین را می سازند و می دانیم که گامت ماده و نر یکی به تخمدان و دیگری به تخم ارتباط دارد. و لذا وقتی قرآن می فرماید چون پروردگارت از اولاد آدم از پشتشان ذریه‌شان را گرفت، سوره اعراف آیه 171، شاید اشاره به همین مطلب، یعنی به محل اولیه تخم و تخمدان باشد. اگر بگوییم مقصود از آیه این است که خدا در عالم ذر همه را جمع کرد و سرنوشت آنها را تعیین فرمود و از آنها برای خدایی خود شهادت گرفت، چون برای حضرت آدم استثناء قائل شده و اسم او را نیاورده و فقط ذریه‌اش را جمع کرده، تصور نمی شود درست باشد. و اگر بخواهیم خود حضرت آدم را هم در این کار مستثنا نگیریم و شرکتش دهیم، ظهر و پشتش جای این همه